برگزار کنندگان یک نمایشگاه عکس در کابل بدین باورند که با یک لبخند می توان دشواری ها و ناملایمات روزگار را خیلی راحت تر سپری کرد. در این نمایشگاه که تحت نام کمپاین بین المللی 1000 لبخند برای صلح روز سه‌شنبه در محوطه قصر مخروبه دارالامان در شهر کابل برگزار شد، حدود 1000 عکس به نمایش گذاشته شده است. مسئولان سازمان دنیای بدون خشونت و مؤسسه مطالعات حقوق بشر برای صلح در افغانستان که برگزار کنندگان این نمایشگاه 3 روزه عکسند میگویند که در این عکس ها لبخند افراد در سنین مختلف از افغانستان و برخی از کشورهای جهان به تصویر کشیده شده است. لیلا جعفری، یک تن از برگزار کنندگان این نمایشگاه، در صحبت با رادیو آزادی گفت که تمام افغان‌ها به خصوص نسل جوان این کشور از جنگ به شدت خسته شدند و می‌خواهند راه‌های مختلف را برای انتشار پیام‌های صلح جستجو کنند. ما در زمان سرنوشت سازی هستیم. نشست‌های 4 جانبه صلح رو ما در جریان هست فعلا و ما می‌خوایم پیام نسل جوان را هم به رهبران ما و به مسئولینی که پای میز مذاکره برای صلح می‌نشینند و همچنین 3 جانب دیگری که در این نشست سهیم هستند میخوایم این را نشان بدیم و همچنین به مخالفینمان که ما یعنی شهروندان افغانستان خواهان صلح و ثبات سرتاسری در افغانستان هست و ما واقعا به اونا از این شاید یکی از شعارهای مؤسسه ما این هست که میخوایم برای مخالفین این پیام رو داشته باشیم که دیگر جنگ بس است، ما هم پذیرای شما هستیم. در کنار این نمایشگاه نمایشات تئاتر و موسیقی نیز راه اندازی شده بود. ویما عربزاده، یک تن از شرکت کنندگان این نمایشگاه، میگوید که راه اندازی این چنین برنامه‌ها میتواند جوانان را با آینده درخشان در کشورشان امیدوار سازد. همیشه خبرهای مرگ، کشتار، انتحاری، دزدی، رعب، وحشت، زنا، قتل و همیشه شکست را شنیدیم. برای ما دیدن این عکس هایی که از افغان ها از جاهای مختلف، از قشر مختلف، از مردم های مختلف، قوم، مذهب، سن و سال، از جاهای مختلف و هر پیشه و هنری که هستن و اینا لبخند میزنن با وجود تمامی مشکلات. بعد از گذشت 30-40 سال بدبختی هنوز هم اینا به همین زندگی، به همین شرایط لبخند میزنن و به هزار امید زندگی خود ادامه میتن. خودش یک نوید است. محمد سمیر، یک تن از جوانان دیگر است که میگوید لبخند و صمیمیت نوازشگر قلب هاست. لبخند آغازگر و فقط ذائقه صلح است، اما وقتی که ما اگه آغاز رو شروع نکنیم ما دستاوردی نخواهیم داشت. ما با لبخند شروع کردیم و میخوایم در افغانستان صلح بیاریم. در سالهای اخیر جوانان افغان برای رسانیدن پیام‌های صلح به جهانیان دست به ابتکارات مختلف زدند. گاهی آسمان نیلگون کشور را با بالون‌ها مزین ساختند و گاهی هم کبوتران سفید صلح را که پیام‌آور صلح محسوب می‌شوند به پرواز درآوردند. کمال سادات، معین جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان که در این نمایشگاه شرکت کرده بود، با رادیو آزادی در مورد این نمایشگاه گفت: هر عکس با ما و شما پیغام مسیج میده که بیاین که خنده کنیم، در صلح زندگی کنیم، از جنگ نفرت چیزی جور نمیشه. هر عکس همینطور صدا میکنه با ما و شما، میگه که بیا که شنا به شنا، دست به دست بریم، در مارکت بریم، در پارک بریم، در بازار بریم و زندگی خوش تیر کنیم. همینطور در زندگی جنگ نه. عکس همینطور مانا میته، چیز از ما و شما مردم میخواه. برگزار کنندگان این نمایشگاه از تمام طرفهای درگیر جنگ میخواهند تا از آسیب رسانیدن به غیر نظامیان خودداری کنند. آنان روی نقش جوانان در مذاکرات صلح تاکید کرده میگویند که در مذاکرات مستقیم با مخالفین مسلح نباید دستاوردهای 13 سال اخیر کشور قربانی گردد. زندگی گر هزار بار بود